با سلام و درود به شما بینندگان عزیز، امیدواریم که ایام نوروز به شما حسابی خوش گذشته باشه. با برنامه ورزش 92 در خدمت شما هستیم. امیدواریم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کنید. در برنامه امروز میپردازیم به رویدادها، حواشی و وقایع ورزشی ایران و جهان در هفتمین ماه از سال 92. در اولین روز پاییز شاهد نخستین حضور تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون در جمع 8 تیم برتر دنیا بودیم، چرا که تیم ملی فوتبال برزیل با شکست تیم سنگال زمینه حضور تیم ملی کشورمون رو که فقط 3 امتیاز کسب کرده بود فراهم کرد. Мало того, вот еще и мяч летает в сетку ворот российской сборной. Еще один опасный момент. Надо признать, что сейчас иранцы забили. Контратака российской команды 2-2. И сравнивают россияне счет. Удар поворотом сборной России. Да, иранцы, конечно, на редкость упертые ребята по-хорошему. Сравнивают счет. در دومین روز از مهر ماه فاتح تریم سرمربی سرشناس ترک پس از شکست سنگین تیمش یعنی گالاتاسرای در مقابل رئال مادرید از این تیم اخراج شد.
در 3 مهر ماه رئیس سابق فدراسیون قایقرانی کشورمون آقای احمد دنیامالی برای 4 سال دیگه به عنوان نماینده قاره آسیا در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کانوئینگ انتخاب شد. در همین روز بانوان کاراتکای کشورمون به علت نامناسب بودن حجاب در رقابت‌های کشورهای اسلامی در حالی که تنها 1 قدم با گرفتن مدال طلا فاصله داشتند از ادامه این رقابت‌ها محروم شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عرض سلام دارم. مستر بک هستم، مربی تیم کاتای جوانان و تیم کاتای انفرادی. متاسفانه دیروز مشکلی در روند مسابقه پیش اومد، یعنی برای ما تیم ایران پیش اومد. وضعیت به این شکل بود که تیم ما در دور قبل 5-0 تیم امارات رو برنده شد، ولی که به خاطر نوع پوشش و نوع لباس بچه‌های ما ایراد گرفتن تیم امارات که متاسفانه مربیش هم یک خانم ایرانی بود، اومد به پوشش ما ایراد گرفت. پوشش مورد قبول بود و متاسفانه ما هم فیلمی در اختیار نداشتیم که بخوایم ببریم نشون بدیم و بگیم این پوششی بودش که WKF برای ما تعریف کرده و اینو وزارت ورزش قبول کرده و یک پوشش اسلامی هست و ما اعتقادمون اینه. متاسفانه نتونستیم اینو ثابت کنیم و تیم ما نتونست به فینال راه پیدا کنه و متاسفانه خیلی شرایط بدی بود. تیم ما یک سرگرن از همه تیم‌ها بالاتر بود و یک مدال طلای محرز رو از دست دادیم و به نشانه اعتراض روی سکو نرفتیم و خیلی ناراحتم از اینکه هیچ بازخوردی هم نداشت در فدراسیون خودمون این مسئله. در 4 مهر ماه لیلا رجبی پس از مریم طوسی موفق به کسب 2مین مدال طلای رشته 2 میدانی در سری رقابت‌های کشورهای اسلامی در اندونزی شد. سهراب بختیاریزاده به عنوان مسن‌ترین گلزن لیگ برتر انتخاب شد. 7 مهر ماه سهراب 23مین گل خودش رو در سن 40 سالگی به ثمر رسوند. و اما در 8 مهر ماه تیم ملی واترپولوی جوانان کشورمون در این رقابت‌ها موفق شد که سکوی 2 قهرمانی آسیا رو به خودش اختصاص بده.
در همین روز تکواندوکاران زن و مرد کشورمون موفق به کسب 4 مدال طلا در رقابت‌های قهرمانی کشورهای اسلامی شدند. در 13 مهر ماه تیم ملی والیبال کشورمون پس از شکست تیم ژاپن فینالیست شد. 17مین دوره این رقابت‌ها در حالی با قهرمانی تیم کشورمون به پایان رسید که 4 تن از بازیکنان کشور ما بهترین‌های این دوره از رقابت‌ها شناخته شد. محمودی دریافت در زمین ژاپن از منطقه 4 محمد موسوی او رو دفاع میکنه. 24-21 ایران برای رفتن به بازی پایانی یا فینال به 1 پوان نیاز داره. پاس بلند توپ در زمین ایران میخوابه. اکیهیرو حالا سرویس رو میزنه، توپش به خارج زمین میره. در همین روز تیم واترپولوی کشورمون جهانی شد. تیم ملی واترپولوی کشورمون با غلبه بر سنگاپور موفق شد بلیت مسابقات جام جهانی واترپولو رو دریافت کنه. We have a team from Iran in blue caps. Cap number 1, Abdijan Jani Sajjad. Cap number 2, Daid Taghi Madi. Cap number 3, Muhammad Said Said Mir Mehdi. Cap number 4, Barikor Dor Bahani Ataullah. Cap number 5, Malak Hamid Khan Banan. Cap number 6, Firozka Ali. Cap number 7, Saleh Ali. Cap number 8, Kaden Pir Sohail. Cap number 9, Osati Ramti. Cap number 10, Reza Sultani Ali. Cap number 11, Edari Amir. Cap number 12, Hussein Muhammad Muhammadi. اما در 18 مهر ماه جامعه ورزش جودوی کشور سوگوار شد. کاظم ساریخانی قهرمان پرآوازه کشورمون در سن 37 سالگی دار فانی را ودا گفت. 日本の出場権を獲得して自分自身で乗り込んでまいります。右側からイランのシャリカニ、そして左側からカザフスタンのセイルハノフ、81キロの決勝戦です。シャリカニは日本の滝本を破りました。アジア選手権では2位に入っている実力者。すくい投げ一本。まだ上村さんと篠原さんに一言も伺ってない間に一本。試合開始からあっけなく上村さん行きましたね。もう今のはね、もう相四つでね帯を持たれて、これからのすくい投げですからね、逆に相手がそれをかけようとしたんですけどね。ただ篠原さん、シャリカニは滝本を破った相手ですから、ね、シャリカニが金メダルを取ってくれて滝本も若干浮かばれると、見事なすくい投げでシャリカニこの81キロ金メダルをゲットしました。مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا در 23 مهر ماه پیگیری شد. تیم ملی کشورمون موفق شد 2-1 در این روز از سد تیم تایلند عبور کند.
17330 نفر مثل که اعلام کردن تعداد تماشاگران. مقابله جلال حسینی و توی دروازه گل برای تیم ایران توسط سید جلال حسینی بالاخره قفل دروازه رو باز میکنه روی غافلگیری مدافعان تایلند. سید جلال حسینی ششمین گل ملی خودش رو به ثمر میرسونه. نفس راحتی هم نیمکت نشینان تیم ایران میکشند. رو آفسایدگیری اشتباه کردن مدافعان تایلند و در نهایت ضربه تمام کننده این بازیکن سید جلال حسینی که در آغوش زوجش پیجوان منتظر قرار میگیره. خوب هم زد ضربش رو. با هم نگاه میکنیم اینجا همه جا بوده، آفساید که اصلا نبود، یه نفر خیلی پر کرده بود و اینجا با پای چپ در گوشه دروازه قرار میده. تکلیک ماهینی زد، شانسی توپ رسید به سید جلال. و او هم بدین شکل با پای چپ توپ در درون دروازه قرار میده. 1-0 نفع تیم ایران. مدافع تایلند کار دنبال میشه. تیموریان، منتظری، بیک زده، مسعود شجاعی، کریم انصاری فر حرکت میکنه، وارد محوطه میشه، پاس عالی و گل دوم. گل دوم برای رضا قوچان نژاد روی پاس عالی کریم انصاری فر. 2-0 به نفع تیم ایران. ایران 2 تایلند 3. تازه راه افتادن بچه ایران. مسعود شجاعی هم خوب کار کرد در این صحنه. در میان میدان بازیکن تایلند توپ در اختیار دارند. یه توپ در عمق انداخته میشه. موقع بازیکن تایلند یه لحظه دفع توپ کماکان موقع است برای قرمز پوشان تایلند. این ضربه و پای چپ چقدر خوب زدن. چه گل خوبی. در 28 مهر ماه رسول خادم سرپرست فدراسیون کشتی کشور شد و این سرآغازی بود برای حرکت‌های مثبت این فدراسیون در کسب موفقیت‌های آینده. خب بینندگان عزیز و ارجمند، ضمن سپاس و تشکر از همراهی شما با برنامه ورزش 92 امیدواریم در هر جایی که هستید موفق و شاداب و پیروز باشید. تا فرصتی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.